توصیه‌ام اینه که اگر می‌خواید پشیمون بشید همین امشب این اتفاق ولی شما حق نداری بهشون توهین کنید. اصلا رو کمک من حساب نکنید. بعضیاتون میترسید که احیانا من یه خورده اذیت بکنم. اصلا کمکت کنم. یه جایی هستش که شما به پیسی میخورید، به بدبختی میخورید، به گل میشینید، وا میپاشید. اما با همه اینا یک جاهایی قرار میگیرید خانم بلدبگی هیچ کاری نمیشه. همتون سوپر استاری. یک مرتبه اینها در حین رانندگی امکان داره اگر سرعتشون رو کم نکنن به یه بچه بزنن. واقع دارم میگم. یه ایرونی شروع میشه تمک ببین اصلا دوربینا رو ولشون کنیم به جون همگی و خودم. اگر مسابقه ندیم به نفعتون. فکر میکنید برنده کی باشه؟ فرصت باقی مونده 17 ساعت و 5 دقیقه. چیزی میبینی خانم بلدبگی؟ نور میبینم. مواظب باش. آره. بچه‌ها خانم بختیاری، خانم شاکردوست، پهلوانا، باریکلا، علیک سلام. خودتون بیاین پایین. بیاین پایین. چه کنیم منتظر شما؟ بیاین پایین. کی تو این کلبه است؟ آقای فرزاد حسنی سلام علیکم. آقای فرزاد حسنی خیلی ما هم می‌خواستیم صدا بزنیم. وای سلام علیکم. ما شاید صدا شما شنیدیم. ما خدمت. بیاین. خب این دیگه خانم بلدبگی، آقای فلاح. بله. بدو آقا. بله. سلام علیکم. گله درختین کجایی؟ سلام علیکم. احوال شما بخیر. بپری پایین. ببین چه تراس. آخه دلت میاد این تراس رو ول کنیم بپریم پایین. نداره. نمیشه اینجا بپریم پایین؟ بله. بودو. زیربا محمد رضا، خانم شاکردوست، خانم بختیاری، بیاین اینجا. و امروز پر انرژی تر از 2 روز قبلم تازه پیدا کردم جریان چیه. خیلی هم بدنم قوی تر شده. امروز میخوام حتی حاضره تو لونه مارم برم. لونه مارم امروز میخوام شیر دوشیدیم.
ما امروز پرقدرتیم، ما امروز برنده ایم، پرقدرتیم. محمد رضا جان فدات شم، امروز دیگه استقامتی نیست، سرعتیه. بله آمدیم. هرچی میخوای بریم تو کولر سیروان. بله بله. آقای فروتن، آقای فروتن، آقای فروتن، آقای فروتن. محمد رضا بیا. وای میگن امروز سرعتی هم هست، یعنی بعد یه ذره هممون عجله. خانم خیلی 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 ممنون. از همه چی خیلی ممنون. چیکار کردی صبح نون پختن، ما بالا سر تنور بودیم، نون در آوردیم، کلی حال کردیم، کیف کردیم. شیر تازه گاو خوردیم جاتون خالی. بسیار بسیار عالی، فوق‌العاده. به مرغا غذا دادیم. من ورزش کردم، بلند شدم حرکات کششی، نرمشی، به صابخونه محبت کردم، باهاش حرف زدم. دوره زبان‌های مازندرانی گذروندیم، بعد نون خمیر نون درست کردیم، چوب رفتیم آوردیم تو تنور، چوب ریختیم، زغال شد، این خمیرا رو اینطوری چیز کردیم، زدیم داخل تنور، بعد درش بستیم، وایسادیم بالا سرش، بعد گفتیم نپیه بایه. خدافظ چی میشه؟ خدافظ. خوش بایه. امروز برخلاف دیروز که استراحت بود. دیروز استراحت بود. امروز چه کار می‌خوایم بکنیم؟ برخلاف دیروز که استراحت بود محمد رضا، امروز کاملا سرعتیه. چه عالی. یعنی با سرعت تمام. امروز برنده مشخص. وایسا ببینم. من اینجا چیکاره میدم؟ الان همه بچه‌ها باید سوار این تراکتور بشن، روی این کاه بشینن، بعد بریم سمت دریاچه. اما موقعی که من اعلام میکنم دم دریاچه، همه تو میپرین تو دریاچه، شروع میکنید ماهی گرفتن. آماده هستین؟ آره. آماده ایم. بعد 3 2 1 سوار تراکتور. خاموش کن. بچه‌ها خوب گوش کنید. این آخرین لحظاتی که داریم آقای فروتن با آرامش صحبت می‌کنیم. خواهر وقت بیاری. از اینجا به بعد ما فقط نگاهتون می‌کنیم. سرعت. ساعتاتون رو با ساعت من هماهنگ کنید. سریع. 2:25. به محض اعلام حرکت میپرید پایین. میرید 3 تا ماهی میگیرید. ماهی رو میگیری، اگه نمیخوای نگهداری میندازی تو رودخونه. اونایی که به من میتونید، اونایی که گشنشونه باید ماهی رو داشته باشن تا محلی که بهتون میگم. ماشینتون ما بین 2 رودخونه‌ای که رد کردیم مستقر شده. میرین دمش میشینین، ماهیتون رو میخورید، استراحتتون رو میکنید 30 دقیقه. هر زمانی که برسین 30 دقیقه اونجا باید متوقف بشید. باید متوقف بشید سیروان جان. بعدش به محض رسیدن، ساعت رسیدنتون رو بر اساس ساعت تنظیمی با من روی کارتی که بر روی فرمون ماشیناتون هست می‌نویسید.
ساعت حرکتتون هم می‌نویسین. این 2 ساعت هستم که هست بشه و عدد 30 دقیقه رو بده. همه آماده هستن؟ مشکلی نیست. خب آماده؟ خانم شاکردوست، خانم بلدبیگی، آقای فلاح، آقای فروتن، آقای سیروان خان، خانم بختیاری. 3 2 1 بدوین ببینم. محمد رضا جون این بود. حواستون باشه کفشاتون اگه خواستین در بیارید، بعداً باید همه مسیر خیس خیس برید. هر کی تور میخواد بیاد. داشو کن. خانم بختیاری آب بود. این سرعتی بود که به سیروان میگفتی؟ ماهیاتون کپوره، ماهی کپور تنبله، گربه‌ای بگیریدش. سنگارم بر ندارید، ماهیا راشون مسدود شده. اگه دست به این سنگا بزنید ماهیا در میان، کارتون سخت میشه. اگر از اون قسمتی که ما تعیین کردیم پاتون اینور بذارید سردتون باشه، سریع گرمتون میشه. آب اونور خیلی یخ، اینجا خیلی داغه. نفری 3 تا کپور. اصلا ماهی میبینید اون تو؟ اون قسمت تور که سرخ داره خانم بختیاری، اونو بنداز پایین. فکر میکنم مثلا تور عروسه، میخوان سرش بندازن. اینجوری میندازن رو آب. گرفتی؟ لم داره ها محمد رضا. آب سرده. ببینم شما میگین ماهی نیست اونجا خانم شاکردوست. آقا سید بکن برو ماهی بگیر. بکن برو ماهی بگیر. فکر کردیم مثل بازیگری همینطوری باشه. لم داره. به به خانم شاکردوست میبینید ماهی رو؟ بچه‌ها حرکت کنین، سریعتر برید. هیچ کدومتون موفق نشدی، فقط بدوین. الناز شاکردوست تا یه ماهیگیر ازش در نیاد نمیده.
از آب در اومد. پاشیم بریم دنبال کار زندگی. بچه‌ها حرکت کنیم به سمت ماشینا. چون ماهی نگرفتید ما تایمو از اونجا صفر میکنیم حرکت بکنیم. راحت باشید. باشه اینجا سگ گله گذاشتن برامون. سگ گله. 3 تا سگ گله گذاشتن برامون. نه بذار من تخصص سگ دارم. سگای گله، سگای خاصی هم. سرش نمی‌کنه. من کیم سگ ترس. آقای راننده یالا بزن تو دنده. برو به سمت تهرون. میخوام برم 20 میلیون. برو به سمت تهرون. میخوام برم 20 میلیون. بریم با کفش دیگه. مواظب بشین. اگه سنگا توی مسیر رودخونه نبود هیچ وقت صدای آب این همه قشنگ نمیشه. یعنی سختی زندگی هم مثل این سنگای رودخونه است. قشنگ میکنه همه چیز. سنگی نیست ماهیه رو نتونستن اینو بگیرن. الان رفتن به سمت اتحاد. بچه بیا اینجا. بچه آرایش بدیم. درستش کنیم. ببین الان به هر ترفندی دست میازنی 20 تومنه رو به دست بیارن. حواست چی داری این اول بودنه رو فدای گاو بندی میکنی؟ من الان 3 تا از بچهای هر گروهو مستوره اینجا نوشتم. قرعه کشی میکنیم. اولین کسی که اسمش در اومد سریع تا اسمش در اومد میدوه سوار ماشین میشه میره. دومی 5 دقیقه بعد، سومی 5 دقیقه بعد. مسیر کجاست؟ مسیرم روی برگه هایی که گذاشتن روی فرمونتون نوشته. درسته؟ آماده هستی؟ بنزینمون رو کسایی که ماشین آوردن اینجا اگه بین راه رفته باشن یه دوری زده باشن تموم شده باشه کی مسئول؟ اونو حتما لحاظ میکنیم چون اصلا پیش بینی نشده که بنزین ازتون بگیریم. قرعه کشی کی برداره اینا رو؟ سیروان. اولین نفر برداشت میدوره حرکت میکنه. نخیر؟ بعد بدو. نگاه نکن. وایسا. یک فروتن 3 2 1 همه سا بریم بعدی 5 دقیقه دیگه. خانم شاکر واقعا شانس با منه. دیدی؟ بدون فوتو خدا جلو. آخرین قطعه مسیر رو با راپل عبور کنید. همونی که تو باید بری آخرشو.
کوچه دوست برو ناکن یه پایی میره ها نگاش بدون فوت وقت خود را به جاده اصلی برسانید. بعد از روستای قریب محله در مسیر روستای پرکلا در دوراهی مشخص شده با نشان وارد جنگل شوید. به علامت‌های بعدی توجه کنید. آخرین قطعه مسیر را با راپل عبور کنید. امروز مراقب خود باشید. پس بسم الله الرحمن الرحیم. فقط کمربندتون ببند. نترس از هیچ چیزی. انازو داری. امروز مراقب خود باش. خب الان کجا باید بریم؟ مختصات نداده؟ نه بدون فوت وقت خود را به جاده اصلی برسانید. پدر جان پرکلا از کجا باید بریم؟ همینا دست درد نکنه. خیلی باحال بود. چه ریلکس و آرامش دیدی نشسته مثلا راحت. اینجا الان پر دوراهیه دیگه. یه دوراهی نوشتن 20 دوراهی. ما دنده باید دازی شد. ببین به من میگم النازرالی فقط اینجا نگاه کن. فکرم ما گیر میکنیم. بچه به من میگم النازرالی النازچی مافه. برادر روستای قریب محله کجاست؟ الان به ذکر جان تو درویش شدی عباس من یا علی یا محمد یا زهرا. چی میگم؟ همونا ما رو نگه داشتن. اگه دفتی تو دره داشتی ملق ها رو دید فقط سرتو بهروش بگیر که چیز وارد نشه. پاتم تو شکم جمع کن. دار نکنه این کلا رو بخوای بزنی پاتم بزن. من بیمه اون بالاییم. برادر قریب شهر کجاست؟ وایسا قریب محله کجاست؟ کدوم جلو راستش هست؟ این راست؟ منظورش هم مستقیم راسته؟ دمت گرم. بچه کمربندی؟ نش کن. برو دیگونه. خدا. برو روشن بشید. ببین ممکنه من بخوام از کنارشون رد شم ماشین ضربه به ماشین اونا بزنه. به ما که نگفتن نمیتونیم به ماشین هم بزنیم. گفتن خلاف میشه از امتیازمون کم میشه. باشه بشه. مهم نیستش. هر کی زودتر بزنه. اگه یه ضربه خود ماشین رو جیغ نکشی ها. وای دره رو نگاه. دره است. وای ما. ببین ما ممکنه خودمون پادشاه باشیم ولی شما تاج سر من. دلم نمیاد از بچگی تویش مسابقه اول نشده باشه. یه جایی میخوندم میگفت خدا یه مرد آفرید زن. این همه نامرد از کجا پیدا شد؟ جنگل شوید. به علامت‌های بعدی توجه کنید. آخرین قطعه مسیر را با راپل عبور کنید. ببخشید من مجبورم نامرد باشم. بینجا من مجبورم نامرد باشم. نمیذارم این حرفا جلو بزنم. من وسط جاده مجبورم برم. ببخشید. اشتباه رفتی؟ چقدر این مرد انسانه.
کدوم بره فکر می‌کنی؟ اشتباه رفتیم؟ ما می‌خواستیم بپرسیم یه وانت داره پشت سرمون میاد. واسه سیبان از این وانت بپرسم. یکم برو جلو. نگرش داره. یکم برو جلو سیبان. بگو نگرش داره. وایسا عمو. پیرکلا کجاست؟ پیرکلا. کانتره. ببین این خیلی دیوونه است. به جون خودم الان به قتل میرسیم. ماشین اونا ببین. من خاک پشت رو نگاه کن. پشت رو نگاه کن. پشت رو نگاه کن. جون من خاک رو نگاه کن. خیلی خوبه. تموم شد. ببین اینا سرطان ریه میگیرن تا برسن. آقا درسته؟ نکنی که حک زدن. نکنی یارو گفته اونوری. نه سیبان جان خریدی این آقا هم داشت میرفت همونجا. باشم. ببین تو مسیر روستای پیرکلا بخوایم بریم سمت جنگل از کدوم جاده بریم بهتره؟ واقعا اگه بخوایم مثلا مرگ داشته باشه ترجیح نمیدید تو دره‌ای به این با این منظر به این زیبایی مرگ در اینجا اتفاق بیفته؟ واقعا میگم نه واقعا اصلا کلا مردن من احساس کنم یارو گفته اونور اینقدر باهوش هستن که هم چیکاری بکنن نشانه نمیبینی؟ یعنی النازه که وای ما بکرن مادشون عقب بیرونیم به من میگن الناز رالی ماشینمون خیلی خوبه ماشینمون خیلی خوبه ماشاءالله. خب بچه‌ها دارن سوال میکنن که مسیر از کدوم طرف؟ شده بگوام بهشون بروش محکم بشین کاری به این کار نشته باشه آبجی گلم تو محکم بشین لازم داری یه خواب وحشتناک میبینی نه بعدش بیدار میشه دیگه ببین چی کارش میکنم الان خدا بدونم دعای مادر پدرش باید خوش بشه برو زدیم جلو درست بدین نشانه پیدا کنیم اشتباه اومدی؟ نظر به شما میدیم چون سرطان ریه فکر کنم داریم میگیریم اومده باش میخوای من پیادهشم بیشم برم خونم اون مره علکی اون مره وای چه کلایی ببین فیلمی بازی کردم دیدی چی شد یارو اینجوری کرد اینا سری گاز داد من اینجوری کردم اون مره یه وایساد فهمیدی خیلی خوب بود واقعا خوشم اومد از خودم سمت دره میفرستم چرا چه حس میکنن ماشینشون دوزاریه نمیاد دوستای پرکلاه یا پرکلا؟ پرکلا از اون جاده باید میرفتم؟ از اینجا برم بالا خیلی ممنون بعد تو بین راه میرفتیم روی اگزازشون دستمان میذاشتیم پنچرشون میکردیم میومدیم اشتباه کردیم ما 10 دقیقه عقبیم درسته؟ بعد گروه اول 10 دقیقه عقب ما وارد مسابقه شدیم چرا ما وارد مسابقه شدیم؟
بدبخت شدیم. گارد ویژه هست؟ اما کیه؟ نه واقعیه تیراندازی میکنن بابا به من گفتم گوگل اسلحه بیارم نذاشتن یه دو برگشته چی بابا تو؟ این چیه؟ قشنگش به همینه دیگه. باشه بابا نگاه کن. ببین مردیشه بعد تو فقط نگاه کن. بلایی که سرش میاره و ببین چجوریه. وای نگاه بابا شیشتو بده بالا. گفت با گوله میزنه. تمون. این کنه. گفت میزنه همونه. پیالشی میزنه تمون. وای. اون برشیه رو میزنه. میزنه شلیک میکنه پینتبال دیگه میدونم بولاش اینجوریه رنگه دیگه پینتبال من نمیدونم چیه خداییش خفن بود خداییش در حد هالیوود بود ولی واقعا موندیم یه لحظه خداییش خوب بود ببین موتور سوارا چه جرأتی داشتن شاید ما میزدیم بهشون اینجا فقط علامت میتونه کمکمون کنه الا میذارن که اگه آدم اشتباه بکنه فرصت برگشت دیگه نداشتن که خب تو زندگی هم همینه میخواد اینو بگن که وقتی تو زندگی هم بعضی از اشتباه‌ها خودت برگشت آدم رو برگشت نداره بعد درست انتخاب کنه ما الان تصمیم میگیری درست رو میکنیم تا هیچ مشکلی رو در آینده جلو زدیم خیلی عالی گوجه فرنگی زدن به شیشمون تک تیرانداز گذاشته بودن واسم بابا این فرزاد حسنی این جن میمونه چجوری همه جا هست ما اومدیم وسط مسابقه واقعا خطری و واقعیه نیمایه پشت سرمونن نیماینا پشت سرمون هیجان خیلی جدی شد ما پشت الان بیچاره نمیتونه کار بکنه دو تا جلوشن ببین اشتباه اگه داریم میریم رفتیم چون اونا دارن پشت سر ما میان وای اگه ترسو باشی مثل این آقایون لحظه آخر ترمز کرد لحظه آخر پرد ترمز نکردم ولی یه پارو همیشه
زندگی پر تو برو من میبرم. من به عشق مردم مملکتم این ریسکو پذیرفتم و این کارو کردم. هر کلا جنم عمره این کار نکرد و بی ترکم. برو بابا. ولی به عشق شما عزیزایی که دوستم داری و من بیشتر دوستتون دارم فقط. خیلی دیوونه است. این دیوونه است، واقعا دیوونه است. محکم باش، همیشه تو زندگی محکم باش. هیچ چیزی برای ترس وجود نداره. هیچ چیزی. این شاگردوست اگه ما رو بگیره خیلی زشته. ترس از ناشناختگی میاد همیشه تو زندگی. این درست داری میای؟ من ناقص میشم. نه ولی میبرم. بابا اینا نامردن. ما داشتیم فکر میکردیم. فقط به عشق اونا که دوستشون دارم دوستم دارن. همه دلیا، همه پرروها. بالاخره دوست دارن اینا اول باشن اینجا چند ساله. داشتی باشم. این یه مورد نیما خیلی محتاط داره میاد. حتی حق داره. زن و شوهرم. باز کن درو. به اینم رحمت. آرو موتورش رد شد. درو باز کن، درو تو باز کن. من بود مفجر رنگ گذاشته. بده بالش دادو. ای چی نکنم. برکن بابا. باش. باش. نمیره آسمون؟ آره میره آسمون. میخوام ما رو پیدا کنم فکر کنم نه؟ نمیدونم تو مواظب خودت باش. من فکر کنم اشتباه داریم میری. نه اشتباه نمیری. الان میزنم میگیرم بغل میرم پیاده میشم. ببین ترمز اصلا اینا دست تو ماشینه. یه چیز فرق کرد تو ماشین؟ نه فرق نکرد تو ماشین. تو ماشین پر دود میشه. واه چه بوی بدی داره. نه چیزی پرت کرده الان منفجر میشه. پنجره‌ام دادم بالا هیچ فرق نکرد. ببین پیاده میشم با عصایی چنان میکوبم تو سر و صورتش. پشت سرمون میترکونمه. این اینا کجا؟ ببین ولی واقعا اینا درست کردن آدم بین فیلم و واقعی بودنش میمونه. بچه ها نه؟ هر جورت باید به راکل برید. دیگه که میزنم بده میافتی تو یه لحظه شما میافتی یه لحظه داشتی میرفتی سیبان سیبان زندگی دوباره آرومیا لب دره این درست چه بکنده تو ماشینه داره خفه میشه. از اشکابر بود چشم پیاده بشم بزنم. نه یه چیزی پرتاب تو صورته. کلا این ملی بده پرتاب کنم تو سرش. بزن تو سره. آره خیلی بده با من. تو چیکار داری؟ گناهش با من. حرف میکنم تو صورتش. چیز دیگه نداری محکم تر باشه وقتی پرت کردم آسیب بیشتری بهش برسه. دقیقاً این نشانه‌ایه که شب اول تو رستوران روی نقشه بهشون نشون دادم. عین همونه. دقیقاً مطابق همون نقشه. طرحش مدلش فرق نمیکنه. هم فروتن و سیروان، هم خانم شاکردوست و خانم بختیاری اینو ندیدن رفتن. ما دنبالشون کردیم پیداشون کنیم، پیداشون نکردیم. اما آقای فلا و خانم ولدبیگی اومدن به سمت راپل. فکر بکنم اونا برنده میشن. ما میریم در نقطه انتهایی منتظریم ببینیم که دسته چه کسانی به 20 میلیون تومان میخوره. امیدوارم اولین کسی که دستش میخوره خودم باشم. برو اسی جان. به به. ما رفتیم. این خودشه.
اینو محکم بشی محکم بشی برو عجب هرچی بزن این برای الناز میخواد چیز بزنه الناز وای زن بقیه برو ببینم یه پایین ما وایسادیم گروه فروتنینا وایساده در ماشین ما رو وا میکنه میگه پایین جلوی اونا نمیگی ببین هر کاری دارن استفاده میکنن خانم اینا رو شاید نامردن میدونه بالا یکی موتوری مزاحممون شده در ماشین ما کرد با اسلحه داره تهدید میکنه میرن ببن غلط کردم کدوم بر باید بریم؟ نمیدونم بکنم داریم اشتباه میریم بابا چارتایی بیافتیم بزنیم اینو وای بریم بالا ببین پیاده میشم مثل سگ میزنم اتا برو به کارت ببینم برو بگو برو دیگه نده پایین بیا کی هستی؟ بزنیمش بچه ها پیاده‌شیم بزنیمش وای ترسیدی ببین اونا دارم بچه روی بودیم یه پشتمو دارم آهای یه لحظه آهای کمک سلام آقابی برای به سمت جنگل از کجا بریم راه پل زدن نیما اینا کوشن شاید زنگ درست رفتن درسته؟ آره؟ مارمان حرف کردم پس این موتوری برای چی اومد ما رو اذیت کرد؟ بچه کمربندی؟ بچه کجا؟ بچه کجا اینجا؟ کمربندی بچه کمربندی اینجا از این چیزا نه که تناب بسته باشن بعد آویزون شی از این ور درخت بریم از این ور بریم بعد اینجا که نه باید به اون طرف روستا اون پرتگاهش بالا دست چپ دست راست ترمز دست خودت سرعت تو خودت تنظیم کن خوبه؟ آقا حاضری هر وقت بگو 1 2 3 حرکت بیا سر اوکی خداگاهی بشه کاری آخر عمرت انگشت نداشته باشی چیکار کنیم چیکار کنیم؟ را بلارد تنابا کرد بچه ها کجا؟ یه صندلی یکی دو شیرد از همینجا اونجا بچه هستن رانا بگو بریم پایین بگو بریم اونا بعد یه بار دیگه اشاره میکنی به اینکه بریم پایین دوباره الکی اون پایین نشون میده الکی بگو بریم پایین حالا چرا؟ سیروان ما دور نمیزنیم آقای سیروان خسروی آقای سیروان خسروی شما دور بزن ما ببستی آقا روشن بهشین گفتی هم بالاره چقدر نامردی به همتیمیت خیانت میکنیم بابا باختیم سر همین خلوص نیتت
کنم بپریم. هر دو نفر؟ ببخشید ما زودتر از شما رسیدیم. من موندن. وایسا موندن. من با دست میرم. برو با دست برو. باکنم دوش نبندی رفتم. نه همه اون بریم. من که دفعه با دست رفتم. برو با دست بذار بره. بده اینو ببن هر کی تواش. همه اون بریم. بده دیگه. اون چجوری ببنده؟ بدو. نیما اینا رسیده بودن؟ آره؟ نیما اینا رسیدن؟ آره رفت. آقا مگه میشه؟ سینچین دارم من آقای خسروی. سینچین دارم من سینچین. برو اوکی یالا. ساما بیاد. خدافظ. سینچین دارم من. خب سیروان که اومد باریکلا. کجا رفته بودین؟ گم شده بودین؟ ما کجا رشته اومد؟ چه ما رشته اومدیم؟ شما یه دونه تابلو هست، تابلویی که اون شب تو رستوران بهتون نشون داده هم مثل انگشت دستیمونه، همرنگ با محیط بود، ندیدینه. نیما اینا دیده بودن. بله. یالی تو این لیاجل خدا نگهدار. من رفتم تو قهر. آروم علا به ذکر الله تطمئن القلوب. بنوس. آروم الا. عالی. میرسی. اینجا میخواد بوده. رسید؟ باید بریم؟ یه 2 سانت قدت بلندتر بود تمام این مشکل صدا نشنوم. صدا تو از کافی تو رو دیشب شنیدی. ببین میخوش خودشون هم یا فلان نه بابا داشتی تو دره اصلا اونا اصلا فیدش نمیمده. ماشین من اول از تو رسید پای من درد میبود. فهمیدی که چرا باختیم ها؟ باکس هر نشون به علت سبقت‌های بی خود شما فلش دست یارو نیده بودیم. بابا رحمان الرحیم یا حضرت عباس یا میشه بیایی خوردم تو درم
بچه‌ها اومدن مرحله راپل رو پشت سر گذاشتن، به همون ترتیبی که دیدید دارن نزدیک میشن. نیما و خانم ولدبیگی. بیا باریکلا. بیا یواش یواش بیا اینور، بیا بالا. بیا تا تو ترمز. پایان زمان مسابقه. خسته نباشین همگی. خسته نباشی آقای دهقان. یه سفری اومدیم مثل بقیه سفرهایی که تو زندگیمون رفته بودیم واقعا نبود. فکر کنم من بیشتر از همه واقعا ترسیدم. چقدر حیفی که تمام داره میشه. یعنی تمام شد. آدمای دیگه باعث شدن که من خودم به خودم نزدیک‌تر شم. حواسم بود که این 3-4 روز چقدر دارم بازی میکنم، چقدر بازی نمیکنم، چقدر میتونم شفاف باشم، چقدر میتونم ناب باشم. خیلی چیزای با ارزش گرفتیم ما هم دیگه. سالها گذشته از اینکه دیگه واقعا معنی همبستگی رو نفهمیده بودم. واقعا فهمیدم که چقدر مثلا گروه ها میتونن با هم متحد باشن. به خصوص بازم میگم ما گروهمون که همه عالی. پیش بینی نکرده بودیم که ممکنه یه همچین کارایی رو برای ما پیش بینی کرده باشن. تک تکمون ثابت کردیم میتونیم تو شرایط سخت تصمیم‌گیری‌های درست بکنیم، تصمیم‌گیری‌هایی که پر از مهربونیه، پر از انسان دوستیه. سعی کردم تو این جمع بازی نداشته باشم، زندگی کنم این لحظه‌های قشنگ رو، با هم بودن، یکی بودن. فکر میکنم که این سفر درسای زیادی رو به ما داد. خب برنده هامون تشویقشون کنیم. برید بغل صندوقتون. به به. حالا شما 2 نفر که بردین بگین چه خبر. 20 میلیون پول دیگه. در صندوق وا نمی‌کنی با خبر. قبولت داری. خبر دیگه وا کن. یه مال کبرا توشه. پول باقی درش میاد. سرپنجا داری دستی بدی. واقعیه. بابا واقعا پنجا دستی بدی. آقا کسی نزنه ها. چه پولو دوست دارم. بویه. بابا چی بوی؟ مخی کسی نبود. ببخشید بچه‌ها یه جاهایی مثلا گیر میدادم بهتون اینا. ببخشید به خاطری که بره این دراممون بره جلو. من عذرخواهی میکنم از همتون. اگه شوخی، متایبه، طنزی اینا اگر راحت بودم جلوتون به خاطر اینکه به رفاقتتون، به جنبتون، به بزرگواریتون خیلی اطمینان داشتم و خدا رو شاکرم. خانم شاکر دوست که این اطمینانه بیخود نبود. واقعا از دوستای خوبمون که امروز با جونشون بازی کردن واقعا می‌خوایم تشکر کنیم. به افتخار اونها میدم. همه با جونشون بازی کردن. آره ما که خودمون 3 روز مشغول جون بازی هستیم. عاشا جون بیا بالا. بیا بالا داداش. خیلی خیلی زحمت کشیدین بچه‌ها. ما هر فیلم می‌بینیم شما هستین. زنده باش. خوشو ببین چی شد. همچین تجربه شما هم نداشتین که واقعا توی صحنه غیر قابل پیش بینی دیگه. یه چیزی جدی میگم اون موتور سوار رو اومدی که مسیر ما رو منحرف کنی درسته؟ ولی من صحنه آخر از آقای فروتن خواهش کردم که مراعات ما رو بکنه. بگو چرا؟ بگو. چون دیروزم یه تأسف بعد با موتور داشتی فقط یواشه گفتم آقای فروتن یه ذره رعایت ما رو بکن. بنده خدا گرفت من چی میگم دیگه فکر میکنم آواز دادی. میگم من یه چیز بگم این مسابقه هنوز تموم نشده ها خانواده. آره به خاطر اینکه مسیری که داریم میریم تک تیراندازا و راهزنا اینا ایستادن تا اینو صندوق رو بگیرن. این اولین رالی ایرانی بود با حضور تک تک شما که هر کدوم واقعا یه ملتی دوستتون دارن. امیدوارم که مردم که دارن تماشا میکنن به همون اندازه که به ماها خوش گذشته
بهشون خوش بگذره، این همدلی و همبستگی و حال خوب ما هم بهشون منتقل بشه و امیدوارم که بقیه هنرمندا هم یه جوری تشویق بشن که تو همچین مسابقه شرکت بکنن با رعایت نکات اخلاقی، اون حسن خلقی که توی حرفه ما هست و توی حرفه خیلی دیگه انشالله در چنین مسابقاتی نمایش داده بشه که همه دنیا، همه مردم بیشتر در جریان این قرار بگیرن و مؤمن و مطمئن‌تر بشن که کار ما اول حس و عاطفه و عقل و وجدانه، بعد پول و معروفیت و شهرت و چیزهای دیگه. موافقین؟ بله. به افتخار همه ملت ایران. غروب رفت ماه نو. وای غروب شد دیگه آفتاب.